به نام خدا. عرض سلام دارم به همه دوستان. از این جلسه بعد میخوایم در مورد فرایند مدل سازی در برنامه صحبت کنیم. اینکه یک مدل رو چطور ایجاد کنیم و اون رو چطور ارزیابی کنیم تا بتونیم به بهترین شکل خروجی مد نظرمون رو به دست بیاریم. خب جزء لاینفک یک مدل داده کاوی پارتیشن بندی داده ها به پارتیشن های مورد نظرمون است. اگه خاطرتون باشه قبلا در مورد اسپلیت دیتا صحبت کردیم و یاد گرفتیم که به وسیله این اپراتور داده هامون رو به پارتیشن های مختلف تقسیم کنیم. خب برنامه رپید برای اینکه کار شما رو ساده تر کنه اومده آپشن های دیگه ای هم برای این کار در نظر گرفته و ما قبل از این که بیایم مدل ها رو توضیح بدیم، یعنی پوشه مدلینگ رو بخوایم توضیح بدیم، ابتدا میریم سراغ فولدر ولیدیشن و اپراتورهایی که به منظور پارتیشن بندی داده ها برای ما در نظر گرفته. خب اولین اپراتور این گروه اسپلیت ولیدیشن هست. همونطوری که مشاهده میکنید این اپراتور یک اپراتور تو در تو و یا اینکه دارای ساب پروسس هست. اکثر یعنی همه اپراتورهای گروه ولیدیشن این خاصیت رو دارن. کاری که این اپراتور برای ما انجام میده میاد بر اساس نوع سمپلینگی که تو این قسمت مشخص شده. حالا ما هر 4 نوع رو تو قسمت معرفی اپراتورهای سمپلینگ توضیح دادیم. میاد بر اساس این متد داده ها رو به دو قسمت ترینینگ و تست برای ما لحاظ میکنه. حالا تو قسمت اسپلیت دو حالت برای ما قرار داده که مرسوم ترین حالتش ریلیتیو هست که میاد داده ها رو بر اساس درصدی که تو این قسمت ایجاد میکنید برای داده های آموزشی یا ترینینگ لحاظ میکنه و الباقی رو برای تست مدل در نظر میگه. حالا اگه شما بیایید از گزینه ابسولوت هم استفاده کنید تو قسمت ترینینگ ست سایز میتونید تعداد اکزامپل هایی رو که برای ترینینگ میخواهید در لحاظ میکنید و اگه تو این قسمت هم میبینید که به صورت پیشفرض برای ما -1 قرار داده. زمانی که شما -1 قرار میدید یعنی الباقی اکزامپل ها رو به عنوان تست برای پارتیشنتون در نظر میگید. حالا میتونه برعکس هم بشه، یعنی -1 رو برای ترینینگ قرار بدید و تست رو بیایید از تعداد استفاده کنید. خب تو این بخشی که به عنوان ترینینگ برای ما در نظر گرفته شده ما میایم یکی از اپراتورهای گروه مدلینگ رو استفاده میکنیم، حالا بسته به نوع دیتا و نوع کاربردی که میخوایم انجام بدیم. و تو قسمت تستینگ هم از دو تا اپراتور استفاده میکنیم. یکی اپلای مدل هست که ابتدا مدل رو اپلای و از اپراتورهای گروه پرفورمنس هم میتونیم برای ارزیابی مدلمون استفاده کنیم که حالا تو اپراتورهای بعدی من این قسمت رو هم توضیح میدم. خب بریم اپراتور بعدی که این گروه قرار داره این رو هم توضیح بدیم. X validation هست. اساس کار این اپراتور بر مبنای کراس ولیدیشن هست که معمولا اگه داده های ما داده های کمی باشن روش کراس ولیدیشن یک روش خوب هست که میتونیم برای تقسیم بندی داده ها ازش استفاده کنیم. خب دو تا گزینه مهم هم تو قسمت پارامترها داره. اولی نامبر آف ولیدیشنز هست که میاد تعداد ولیدیشن ها یا افراز دیتا ست رو برای ما مشخص میکنه و یک گزینه هم تو این قسمت برای ما قرار داده leave one out. اگه این گزینه رو شما تیک بزنید در واقع شما اومدید تعداد ولیدیشن هایی که تو این قسمت هست رو برابر تعداد اکزامپل ست هایی قرار میدید که خود دیتای اولیه شما داره. خب به نسبت هم اگه این گزینه رو استفاده کنید حافظه بیشتری رو هم از شما میگیره. خب بریم سراغ اپراتور بعدی. تو قسمت ساب پروسسش هم تفاوتی با گزینه اسپلیت ولیدیشن نداره، از همون دو قسمت ترینینگ و تست ایجاد شده. خب اپراتور بعدی بوت استرپینگ ولیدیشن هست. همونطوری هم که
قبلا توضیح دادیم میاد نمونه گیری بر مبنای جایگزینی برای ما انجام میده. خب یکی از کاربرداش هم این هست که زمانی که دیتای ما کم باشه و بزرگ نباشه میتونیم از این اپراتور استفاده کنیم. تا تو قسمت سمپل ریشیو هم شما میتونید حتی عددی بزرگتر از 1 یا 100% لحاظ کنید، یعنی سمپل شما حتی بزرگتر از اون سمپل اولیه باشه. و نامبر آف ولیدیشنز رو هم که توضیح دادیم و تفاوتی با اون قسمت نداره. و تو قسمت ساب پروسسش هم میبینیم که دو قسمت ترینینگ و تست برای ما در نظر گرفته. خب بریم اپراتور بعدی این گروه رو هم ببینیم چی هست. بچ ایکس ولیدیشن هست. تفاوتی که با ایکس ولیدیشن داره این هست که تو ایکس ولیدیشن ما تقسیم بندی که برای ما انجام میشد، پارتیشن هایی که ایجاد میشد بر اساس رندوم انجام میشد، ولی تو قسمت بچ ولیدیشن ما میاییم از یکی از اتریبیوت ها به عنوان بچ استفاده میکنیم و مبنای تقسیم بندی رو بر اساس اون اتریبیوت انجام بدیم. خب بذار دیتا ست رو با هم ببینیم، چون یک مثال از این اپراتور بزنیم تا کامل مشخص بشه. خب دیتا ست آشنایی هست، 24 اکسمپل داره و یک اتریبیوت اینجا به عنوان اینکام. و اتریبیوت اینکام ما سه حالت میگیره، یعنی یک اتریبیوت نامینال هست، اوریج، های و لو. حالا من میام از یک اپراتور ست رول استفاده میکنم تا اینکام رو به عنوان بچ در نظر بگیرم. تو این قسمت بچ و اتریبیوت نیم اینکام لحاظ میکنم و ولیدیشن رو اضافه میکنم و سه خروجی رو به خروجی مورد نظر ریزالت وصل میکنم. خب بریم تو قسمت ساب پروسس. تو قسمت ترینینگ ما میتونیم از یکی از اپراتورهای قسمت مدلینگ استفاده کنیم. من از دیفالت مدل استفاده میکنم تا با نحوه وصل کردن این خروجی ها هم آشنا بشیم. و اپلای مدل برای اینکه مدلمون اپلای بشه، پس هم به آن لیبل وصل میکنم. خب تو قسمت ترینینگ بذارید من یک بریک پوینت قرار بدم تا خروجی رو با هم ببینیم. خب تو این قسمت اومده، یعنی تو قسمت ترینینگ آموزش ما اومده از رکورد هایی استفاده کرده، یعنی های و لو، یعنی کای منهای یک رکورد رو برای ما در نظر گرفته برای آموزش، یعنی اکسمپل هایی که حاوی اتریبیوت اینکام که های و لو بودن، یعنی چیزی به عنوان اوریج رو تو این قسمت برای ما لحاظ نکرده. حالا بریم به دیزاین و این قسمت رو اپلای. حالا یه نکته هم بگم، تو این قسمت حتما ما میاییم از اپراتورهای پرفورمنس استفاده میکنیم برای اینکه ارزیابی بشه. اگه اینجوری شما برنامه رو ران کنید خروجی به شما نمیده. حالا من از بریک پوینت استفاده میکنم تا اپلای رو هم ببینیم. خب میبینیم که زمانی که میاد تست مدل رو برای ما انجام میده، یعنی میخوایم پرفورمنس یک مدل رو ببینیم، اومده از رکورد های استفاده کرده که اتریبیوت اینکام اونها حاوی ولیو های اوریج هستن. میبینیم که تو قسمت ترینینگ اومد اونهایی که های و لو بودن در نظر گرفت و زمانی که خواست مدل رو تست کنه اومد از ولیو های استفاده کرد که مقادیر اوریج دارن. خب برگردیم به صفحه مدلمون و رو هم غیر فعال کنیم تا بریم اپراتور بعدی رو توضیح بدیم. دو تا اپراتور تو این قسمت برای ما در نظر گرفته، یکی رپر اسپلیت ولیدیشن و رپر ایکس ولیدیشن هست که هم برای اسپلیت ولیدیشن وجود داره هم برای ایکس ولیدیشن.
حالا من یکیشو انتخاب میکنم برای نمونه. خب این اپراتور اگه من ساب پراسسش رو باز کنم میبینیم که برخلاف اپراتورهای دیگه که تو این قسمت از دو قسمت ایجاد شده بود، یعنی یک قسمت رو ایجاد مدل بود، ترینینگ بود، و یک قسمت هم می اومدیم مدل رو ارزیابی یا تست میکردیم. خب میبینیم یک قسمت اتریبیوت ویتینگ هم اضافه بر دو مدلی که وجود داشت برای ما ایجاد کرده. خب بذارید من وارد صفحه پراسسش کنم، بریم دوباره تو صفحه. خب کاری که تو این قسمت وجود داره این هست که اگه من میخوام خیلی ساده توضیح بدم، این هست که تو این قسمت اتریبیوت هایی که وزن صفر دارن رو برای ما مشخص میکنه، و دیگه تو قسمت ترینینگ اون اتریبیوت هایی که وزنشون وزن صفر لحاظ شده بود دیگه تو آموزش و ارزیابی مدل ما استفاده نمیشن و از همین قسمت برای ما ریموو میشن. خب از دو حالت هم میتونیم تو قسمت اتریبیوت ویتینگ استفاده کنیم. تو قسمت مدلینگ یکی میتونیم از اپراتورهای گروه فیچر ویتس استفاده کنیم و یکی هم میتونیم از اپراتورهای سلکشن استفاده کنیم. این قسمت رو هم باز کنم. فیچر سلکشن هم میتونیم استفاده کنیم. حالا این اپراتور خودش ساب پراسسی که داشت میبینید سه قسمت داشت. حالا اگه ما بیایم از یکی از اپراتورهای گروه فیچر سلکشن هم استفاده کنیم، این تو در توها حتی خیلی بیشتر میشه. یعنی دو تا قسمت هم ساب پراسس هم اگه برای اپراتورهای گروه فیچر سلکشن در لحاظ کنیم، میبینیم که خیلی مدل تو در توی ایجاد میشه. خب برای اینکه مشخص بشه کارکرد این مدل به چه نحوی هست، بذارید من از weight by user specification استفاده کنم تا خودم به صورت دستی یکی از وزنها رو صفر لحاظ کنم. خب تو این قسمت، خب تو قسمت پراسس وصل نشده مدل ما. خب هر دو خروجی رو شما باید وصل کنید. خب تو این قسمت من سریع انجام بدم چون فرصتمون کم هست. خب همون متغیر این کام رو من وزنش رو صفر لحاظ میکنم و تو قسمت مدلینگ هم بذارید از همون دیفالت مدل استفاده کنیم و مدل رو اپلای کنیم تا خب باید مدل رو به مدل و تست رو به آن لیبل وصل کنیم. حالا توی این قسمت ابتدا وزنها رو با هم ببینیم. من یک بریک پوینت ایجاد کنم تا خروجی وزن رو با هم ببینیم. خب اروری که به ما داد میگه چون خروجی شما اوتپوت شما نامینال نیست، شما نمیتونید از استراتیفاید برای سامپلینگ استفاده کنید. خب من لینیر قرار میدم تا این ارور رو هم رفع کنیم. میبینیم که برای اتریبیوت اینکام وزن صفر لحاظ کردیم و برای دوتا اتریبیوت بعدی وزنهاشون خب یک لحاظ شده. خب بریم تا ببینیم مدل ما به چه نحوی ایجاد کرده. تو قسمت مدلینگ هم ببینیم و همونطوری که مشخص هست میبینیم که اتریبیوت اینکام رو دیگه برای ما در نظر نگرفت و از همین دو اتریبیوت برای ایجاد مدلینگ استفاده کرد. خب یه نکته هم درباره کراس ولیدیشن من بگم. تو این قسمت الان میبینیم 22 اکزامپل برای مدلینگ ایجاد شده. خب بذارید به پراسس بریم. تو این قسمت اگه من تعداد ولیدیشن ها رو 4 قرار بدم، یعنی اینکه از دیتا ستی که 24 اکزامپل ست داره اون رو به 4 قسمت افراز کردیم. بذاریم تو این قسمت ببینیم، یعنی از یک افراز اون، یعنی 1/4 اون باید برای تست استفاده بشه و از 3/4 دیگه باید برای مدلینگ و ایجاد ترینینگ استفاده بشه. یک بار دیگه این خروجی رو با هم ببینیم. خب تو این قسمت برای ما مشخص شد، یعنی از
4 قسمتی که وجود داشت از 3 تاش برای تست استفاده شد. ببینیم که 18 اکسامپل برای ما ایجاد کرده، یعنی 3 6 تا میشه 18 تا، و از یک قسمت هم باید تو این قسمت برای تست استفاده بشه، یعنی از 6 اکسامپل هم برای تست مدل برای ما ایجاد میشه. کاری هست که روش کراس ولیدیشن برای ما انجام میده. خب فرصت ما هم تو این قسمت دیگه به اتمام رسید. الباقی آموزش رو میذاریم برای جلسات بعد. مرسی از توجهتون. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.